معاون وزیر تندرستی را موندم که لااقل دو کلمه را کره شمالی از کره جنوبی فرق نمیکنه. درباره همون وزیرا چی میگی خودت؟ بفرمایید. شما فقط همین گوش که درباره کلاس گپ میزنید، درباره نمون همین خودت نمون خلاص نمونید. همین یا بازم مردک شیده بگو که ایروین همین کلاسای شما ایروین همین پرسپورترای شما ما پول کار میکنم. مهاجرا را بگینم خیلی مهاجرا بگو ما شما را اینم خیلی میگم کلاس مونه ما $10,000 قریب ای شنبه کار میکنم حساب پرسپورتر شما. الو سلام علیکم. علیکم سلام. زلفیا مرادова هستم. زاده و استقامت کننده یوان تاجیکستانی عزیز، ناحیه یوان. ای خدا حفظتون کنه مادرای عزیز. ان شاء الله امیدوارم که یوان بهترین متخصصا تیار میکنه. بفرمایید. سلامت باشین. یوان بهترین جا است. دادر اپا. بله. وزیر همین قصه هایی که همین اولی برنامه گفتی همش گوش کردم. راستی همین گپا گفتی اول گفتم زنگ نزنم با کمتر گفتم بخیر زنگ بزنم. چی گفتم؟ اگه اونجا اشتباه کردم. فرزندم در مهاجرتی مهنتی است. بله. تو همین اول تا آخر درباره مهاجرتو گپ میزنین، مهاجرا گپ میزنین. بله. جای میگید که حکومت مردم تیار میکنه که شما ده گپ زنن. من همچون یک مادر نه حکومت هم میشناسم نه طرفی اما حکومت سر کار دارم. جای دیگه منم معلمه ام، کاری خدمت کرده میگردم. جای میگی که زندگی درست ندارن همی آدمایی که قطعی شما باید پیوست میشن صحبت میکنن یا که مکتب درست نخوندین. خب دادر یفهم. بله. میگن که آدم تا خودش نشناسد خدا را شناخته نمیتونه. خب وقتی آدم خودش بشناسد خودشناس میشود. وقتی که خودشناس شدی وطن تا میشناسی. خب خوبیای وطن تا میشناسی. از صحبتای خود دادر اپا همین خیلی است که یک علم سخت رسیدگی که همین غرض تا یک کس میخوانی بگیری. همین روی راست مردکیان این سیمای چرو داری اینا ما ورم نما چه نی خودت بچه دارم. همین خودت مردک ورم بگو که من امام علی رحمان دا غرض دارم. با خدا هیچ غرضی ندارم اپا. باور که خدا شاید است. همین گردنیات پوزی همین غرض ای دادر اپا. یگون البته غرض او است که اپا عزیز غرض همین است که خدا در دور جنگ شرمندی ممکن که چوچک در دهن دگوره اوچت علب میگفت. من نون نداشتم بخورم. من نون سبوس خوردگیام. مرا پدرم در پیش چشم زدگیم. کی زد؟ کی؟ اپا کی زد از پدرتون؟ کدام قاتل بوده است که پدر شما را پروند است؟ کی بوده است؟ بگو نامش که تا فردا در نزد قانون جواب بده. کی بوده است؟ گوش کنین. بله. اکنون گوش کنین. او قاتله که او آدمی که پدری مرا زدگی یک گمراه است. کی؟ گمراهایی که اینا خودتون وریم آدمایی که همینا را گمراه میکنین. من فقط چی خواهش دارم امروز بیاید من اول شکرانه میکنم که همین برنامه شما به زبانهای خارجی وای نمیشد صدا نمیتید زیرا که عیب است شرم است. ما یک وطن داریم تاجیکستان است. همون وزیر برای تیا بردگی برنامه ما را تماشا کردی یه دقیقه مادر یه دقیقه صبر کن زیاد بندم در مادر صدقه بیاید گوش کنه بیاید تاجیکستان بیاید یک جای کار میکنه بگیرین نمیجاش کمبودی از شما درباره وعده های جناب عالی میگه به خدا همین صلح هر جایی که امنیت هست صلح هست اوجا مادر تاجیک سرش بلنده لبش میخندد. آخه گفت صلح تان میارم صلح آورد. گفت آخران مهاجر از افغانستان میبیارم آورد. چرا از روسیه نمیارم مهاجرا را اپا؟ برای چه از روسیه نمیارد؟ اگر سربری که آینده نخواهد مکتب نمیسازد، اگر آینده نخواهد کارخانه نمیسازد، آزی درباره 1 میلیون جای کاری گپ میزنی. مخصوصا در این همین ناحیه یوان این یک تشوهری ما در زواد کار میکند. آخر در این 2-3 سال آخر 4 تا زوادی کلان شده. قریب هر یک زواد 2-3 هزار کم شده 10,000 جای کاری فقط ناحیه یوان دا جا شده است. چو ایران نادیده میگیریم؟ گپ درباره زمین میرود. آخه دولت ابرقدرت عربا را بی زمین مردم دا نمیتیان. همه مردم در عربستان کار میکنن. اپا عزیز زیادی بعد رفت یه دقیقه. اپا جان تمام صبر کن. نه اکید خیلی گپ زدی. بیا اکید اگه هر چی گفتین احترام من بالای سر شما. وقتی در اینجا دیالوگ نیست اپا یک دیگر فهمی نمیشود.
وقتی دیالوگ نباشه شما گپ زدین اگه مرا گوش کنین نظر شما اپا یک دقیقه گوش میکنم تا آخر گوش میکنم تا آخر فقط مرا گوش کنین ما در بالا یک صحبتی معاون وزیر تندرستی را موندم که لااقل دو کلمه را کره شمالی از کره جنوبی فرق نمیکنه درباره همون وزیرا چی میگی خودت همین وزیر تندرستی 1000 بار پدرش در رحمت معاون وزیر آخه معاون وزیر حاضی من گذاشتم صحبت شدیدین اپای عزیز از براس بلیاز خدا سوال جواب بدین بعد آدم اینا خود دونن دونوی بلبلی گپ زنه نه که بعضی کردن نمیتونه خداوند اون متخصص سوهای تیب است دیگه زمانی که نمیدونه چی گم کده است در او وزارت فقط میگه که الحمدلله خدایا بسم الله الرحمن الرحیم میگویی لیکن یک چی دیگر اعتقاد به خدا کن که خدا هر کار برای هر کار آفریده است او در همون سطح سوادناکیش نمیدونه پس چگونه وزیر میشود مدام بی سواد بوده است دو کشور از دیگر فرق نمیکرده است من نمیگم او باید زبان خوب رودکی او زده و ای زده بگه لااقل همون در سخنرانیش دو کشور با هم فرق نمیکنه همین دکتر در چی در کار است دکتر متخصص باشد دکتر کار کرده بتونه همه کرونا ویروس بیاید بر تاجیکستان بینه نستای این ما نوروزی کرده است بیاید این نوروزی ما توی کرده است یک بار نوروزی کردین سال گذشته نمی مردم کشتین با نوروزی میکنین باز نوروزی میکنین امروز دنیا در خطر است دنیا تا امروز بهترین از کشوری که تیبش در دنیا از آلمان است از این وضعیت بیرون نشده است باز هم کرانتین است باز هم کرانتین است اما شما دیل پرزیدنت ما پاک است مردمش تاجیکای ما دیلشون پاک است خدا من چیکار کنم خدا را میشناسن خدا یا لطف و مهربانی کرده که کرونا ویروس از تاجیکستان برد اما خدا یا لطف و مهربانی نمیکنه فرزند شما از مهاجرت بیا یا لطف خدا نیست برای این چرا برای شما ظلم میکرد از پروردگار چرا مهاجرت زن و کودکش قطعی زندگی دارد چرا در تاجیکستان زندگی نمیکرده است برای چی یگان مشکل است در تاجیکستان یا مرد گورم چی گپ زنم نه در تاجیکستان یگان مشکل است که زن و کودکش برای چی اپا یک دقیقه اپا برای چی در کشوری که خداوند نظر میکرده است قلبی رو براشون پاک بوده است فرزندتون میره در کشوری غلط زندگی میکنه چرا در کشوری در بهی زندگی نمیکنه بچه‌م در روسیه کار میکنم میبخشید تا سال 92 من وانا نداشتم سرنبوشم کودکام در هفته‌روی بیرون آوازی میدروندم حاضر مردم همون کار میکنه اپا مردم حاضر همون کار میکنه نشانت بتون ای کجا میکنه نمیتونستن خیال کردین شما که ما از اگم آسمان گم بزنیم مهنتی یک از ده اگر همین پرزیدنت قطعی پوتین محترم ما شرطنامه نداشته باشه ما را نمیمونن روسیه بدریم با یک چی دیگه منم روسیه رفتم پیشی بچه هم همین کاری را که تاجیکا در 10 میکنن مردم ازبک در 5 میکنن چون ای ازبکستان یگان ترنگ شما برنامه نمیکنن ولی یک دقیقه شما انتظار شوین اپا انتظار شوین شما انتظار شوین من در همینجا همین نوا را میگذارم تا حاضر مردم در زمانی بعد جنگ شهروندی زندگی داره تا حاضر خونه ندارن در یک پدول در یک موشخانه زندگی میکنن مرحمت شما چی میخواین گفتن ساکنان یک خوابگاه در شهرک گنجاباد نفتیانی که سابق ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که با وجودی در گذشته خریدن منزل‌هایشان تا کنون نمیتوانند منزل‌هایشان را خصوصی کنند شرایط زندگیشان در این خوابگاه سنگین است و بر اضافه صاحب ملک از آنها اجاره پولی طلب میکند اینا ما 5 کودک قطعی در این نمیجایم اینا می خونه چاک در نه توالت نه وانه نه او و هیچی ندارم اینا می کودک ها قطعی نمی اسلوی قطعی زندگی دارم در یه روزی سخت میان پلا میگیرن 4-5 هزار دلار ما گرفتن نه شخصیم کردن نه دکومنتم کردن این روز پگاه پلان در میگم میان بخیزن خوابگاه تابع جمعیت سهامی کشاده منزل آباد 2015 است ساکنان خوابگاه ادعا دارند که اکثریت برای خصوصی کردن منزل‌هایشان به رهبریت کسی که میگن نوار کنه است این نقاب داره با همه شما بسیار حرفه‌ای انده مادر مرا میشنوی شنیده هستم نوار دیدی یک بار مادر زنا در کجا زندگی دارن خانه‌ای که پول دادن نمیتونن گرفته عدالت در کجا است
خیلی بعضش گوش او کنید بعضی نمیشه خیلی بعضی مادری عزیز بعضش نمیشه و این اشتباه است این خیلی بعضش او خیلی بعضش او خیلی فردا فرزندی ترا زندان کنن خیلی میگم سری قبرش خطی بعضی بود نه البته کاری دولت چقه نشده کاری خشه کنن این ما یا برای چی کاری دولت باید چقه نشود از گیجای منطقه مادر از براسی خدا بلیازی خدا اپا جان من خواهش میکنم کمک وسیع‌تر فکر کنین مصافدی پدری اوتا خطا میگه بیا نکنه این برنامه را چون نمیای گپشه گوش نمیکنی یا اویلتون یا دیگری قطعی همدیگر فهمی نمیکنی چون اوچه تا گوش نمیکنی من خواهش میکنم اپای عزیز من باری دیگر خواهش میکنم اول برین از کمیته امنیت همین مسئله ها را پرسین که شما اجازت گپ زدن دارین یک نفر مجبور روی دوربین میارین شرم نکنین دوباره نگین خیلی مردم دوربین ده کار ندارم داداری پس برای چی چیزی که نمیدونی میخوازی مجبور گپ میزنی چیزی که نمیدونی نوار سبب ثبتش چی است بچه ها من میگم پول روی کنیم پیش شد میرم میشود برای نوخی زندگی کنیم من شما رو مجبور نمیکنم ما پیش خودت میرم من برنامه روز یعنی شنبه میتکم در خوی کرده میدرم پیش تا میشینم مرحمت کنین من قربان شما بفرمایید شما فقط همه گوش که درباره کلاس گپ میزنین درباره نمون همین خودت نمون خلاص نمونین همین یا بسته مردک شیده بگو که ایروین همه کلاس های شما ایروین همه پرسپورت شما من پول کار میکنم مهاجرا را بگینم خیلی مهاجرا بگو من شما را اینم خیلی میگم کلاس مونه ما $10,000 قریب ای شنبه کار میکنم ایسای پرس موتر شما اخی مردم بی سواد نیست سالی 92 نیست الکای دیگه پرس موتر یوتیوب ده چقدر مبلغ بود کدی اپا بود کدی بعضا مورد واقعا همه تهمت ها بسیار سخت است در حق واقعا یک نفر که وجدانن ایمانن به خاطر مردم میخواد صداش پس کلتیموس به خاطر ملت به خاطر مردم به خاطر مرز و بوم کشور به خاطر آبادی و پیشروی میخواه اما چونین یک تهمت در حق ما واقعا نوجوان مردانی است من خواهش میکنم از تمام برادران از تمام مادران از کسانی که ما را میبینند و میشنوند از همه تهمت ها از همه بهتان ها از همه گفته های پوچ و بی‌معنی خودداری کنین بس از تهمت در حق ما مردم و ما کود از کیسه جیب شما نمیخریم ما از شما طلب چیزی نمیکنیم من نمیدونم شما را چی مجبور میکنه میگه پورا میگه من نمیدونم